حدیث دیگری که باز در این مطلب البته در اینجا دیگه واضح تر است، یعنی این بحثی که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم در مورد توکل و استفاده کردن از اسباب و ابزار هیچ منافاتی با توکل ندارد، در این حدیث روشن تر است. اینم حدیثی است که امام بخاری با سند خود از عبدالله ابن عباس رضای خدا بر دوتایشون باد، یعنی بر خودش و پدرش باد، روایت میکند که میفرماید اهل یمن حج میکردن. یمن تقریبا نزدیک است، نزدیکترین شاید بگویم کشور است به عربستان. میگه اهل یمن حج میکردند ولا یتزودون، اما با خود دیگه توشه‌ای بر نمی داشتند. و یقولون نحن المتوکلون، میگفتن ما توکل میکنیم، غذای نیاز نداریم، با خود ببریم، بالاخره چیزی گیر میآوریم. فاذا قدموا مکه سالوا الناس، هنگامی که وارد مکه میشدن چیکار میکردن؟ از مردم سوال میکردن، از مردم در واقع درخواست غذا میکردن که چیزی به ما بدید که بخوریم. بعداً پروردگار این آیه را نازل فرمود فانزل الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تزودوا، میفرماید برای خود توشه بگیرید، یعنی غذا با خودتون حمل کنید، به جایی که میخواهید بروید با خودتون غذا بردارید، توشه‌ای برای راحتون بردارید. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، و بهترین توشه تقوا است. حالا در اینجا تقوا منظور این است، یعنی بهترین توشه این است که شما با خودتون بیاورید و از دیگران درخواست نکنید. یعنی باید بهترین توشه این است که از کسی نخواهید که به تو چیزی بدهد، خودت داشته باشید.